توی ویدیو قبلی با هم دیگه یاد گرفتیم چجوری میتونیم مدلمون رو بسازیم، ترین بکنیم و یه سری کارهای دیگه. اما توی این ویدیو میخوام یه چیز باحال و به درد بخور رو هم در انتها خدمتتون بگم و این فصل رو به اتمام برسونیم. تصویر سمت چپ تصویری که تا الان خیلی 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 زیاد دیدید و میدونید چیه. اما تصویر سمت راست همون تصویر بلاوی این که یه هیت مپ روی اون قرار گرفت. این هیت مپ چی رو به من نشون میده؟ نشون میده که کجاها توی این تصویر برای مدلی که من ترین کردم جذاب تر بوده. یعنی اگر من یک تصویر جدیدی رو به مدلم بدم میتونه به کمک این هیت مپ به من به عنوان یک انسان نشون بده که کدوم قسمت ها بیشتر ملاک تشخیص اون برای دسته‌بندی و کلاس بندی تصویر من خواهد بود. حالا چجوری میتونیم این هیت مپ رو بسازیم؟ این بالا کدهاش به شما نشون داده شده و من چون که خیلی چیز جدیدی نیست دیگه کدها رو مرحله به مرحله نمی‌نویسم مثل جلسات قبل و خیلی سریع اینها رو خدمتتون توضیح میدم. در ابتدا ماونت کردم، روت رو مشخص کردم و کتابخونه‌هایی که می‌خواستم رو هم نصب و ایمپورت کردم. فایل لودرمون رو هم شما اینجا میتونید ببینید و تا الان هیچ چیز جدیدی نداشتیم. Validation Transforms و Validation Dataset رو هم اینجا میتونیم ببینیم. مدلی که قرار استفاده بکنیم ResNet 18 همون مدل قدیمی که داشتیم. اگر من اینجا بگم این رو برای من خروجی بگیر میتونید ببینید که تمام لایه هایی که توی مدل ResNet 18 داریم رو اینجا داره به من نشون میده. حالا من میگم از تمام این لایه هایی که اینجا میبینی دوتای آخری رو نمیخوام، یعنی از ابتدا از اول که اینجا هست بیا و همه چیز رو داشته باش. اما همین که به دوتا لایه آخری که یکیش average pool هست و آخری هم fully connected layer من هست این دوتا رو بذار کنار اما بقیه رو نگه دار. چجوری این کار رو انجام میدم؟ توی قدم اول اسم مدلم رو می نویسم و با دات چیلدرن لایه های اون رو میکشم بیرون، اون رو تبدیل کردم به یه دونه لیست و میگم از ایندکس اولی تا ایندکس دوتا مونده به آخری که اینجا میشه رو برای من نگه دار و یک مجموعه لیستی رو در اختیار من قرار بده و بعد برای اینکه این لیست رو دوباره تبدیل بکنم به یک مدل از متد سیکونشیال استفاده بکن و در انتها اگر من این رو ران بکنم میبینید که همون مدل ResNet 18 رو منهای دوتا لایه آخری و باز هم به صورت مدل در اختیار من قرار میده. پس اینطوری میتونیم دوتا لایه آخری رو حذف بکنیم و اون رو توی مدلمون قرار بدیم. میبینید که مدل ما همچنان مدل ResNet 18 هست. Convolutional layer اولمون رو اینپوتش رو کردیم یک، فکر کنم در ابتدا 3 بود. بقیه موارد یعنی کرنل ساید، استراید، پدینگ و سایر موارد رو اصلا دست بهش نمیزنیم. فولی کانکتد لیر رو هم تغییر میدیم. اینپوت فیچر و آوتپوت فیچرش رو فکر کنم فقط آوتپوت فیچرش هست که ما اون رو تغییر دادیم به 1 و در آخر هم فیچر مپ رو براش مشخص کردیم که همه اون مواردی هست که این بالا داشتیم. پس میدونید که الان فیچر مپ ما چجوری ساخته شده و چرا این اتفاق براش افتاده. بعد اومدیم فوروارد رو ساختیم. توی فوروارد دیتا هامون رو ریختیم توی اون فیچر مپی که داریم. یعنی اتفاقی داره الان میفته اینه که اون مدل ResNet 18 پیش میره بدون اینکه دو تا لایه آخری اون اجرا بشه. و بعد average pooling ها رو داریم و در انتها اون رو فلتن میکنیم و داده هامون رو توی اون میریزیم و پردیکشن رو خواهیم داشت. ببینید که مجددا من مدلم رو به کمک چک پوینت هایی که داشتم لود کردم و بعد یه دونه فانکشن ساختیم که مربوط به کم هست. کم مخفف کلاس اکتیویشن مپ هست. پس قراره یک نقشه‌ای به من بده که بتونم کلاس هایی که دارم رو دیتکت بکنم، شناسایی بکنم. گزینه‌هایی که میبینید رو قبلا باهاش آشنا شدید، دیگه خیلی راجبش صحبت نمی کنیم و میدونید که قراره من خروجی تصویری داشته باشم که تصویر اساسی اون مربوط به هر کدوم از تصاویری هست که قبلا ساختیم و داشتیم. پس همه اون کارهایی رو که قبلا انجام میدادیم الان هم انجام میدیم، با این تفاوت که میگیم اطلاعات تصویری مربوط به
کمی که اینجا ساختیم رو به عنوان یک لایه رویی با آلفا نیم روی تصویر من قرار بده. به همین سادگی میتونیم اطلاعات مربوط به کم رو همزمان با تصویر اصلیمون داشته باشیم.